بسم الله الرحمن الرحیم. برادرم جلالتمآب رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف، اعضای محترم کابینه ترکمنستان، استاد دانش معاون ریاست جمهوری، اعضای محترم کابینه افغانستان، وکلا و سناتور صاحبان محترم، والیان گرامی، علمای کرام، سفرا و نمایندگان کور دیپلماتیک مقیم افغانستان، نمایندگان سکتور خصوصی، اعضای جامعه مدنی و خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش gelding، خراغلاست، خوش آمدید. نهایت مسرت دارم که امروز روابط افغانستان و ترکمنستان با پیمانه وسیع گسترش یافته و به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان، از حسن نیت جلالتمآب رئیس جمهور ترکمنستان قدردانی میکنم. افتتاح خط آهن آقین اندخوی و سایر پروژه های زیربنایی میان دو کشور گام‌های ارزنده در راستای گسترش بیشتر این روابط بوده و بخش مهم دیدگاه اتصال منطقوی ما را تشکیل می‌دهد. جای بسیار افتخار است که افغانستان بعد از 100 و چند سال روابط دیرینه‌اش را با کشورهای آسیای میانه تجدید می‌کند. دوستی بین افغانستان و ترکمنستان برای دولت و مردم افغانستان یک رابطه پرارزش است. 7 سال قبل، زمانی که برای ریاست جمهوری کاندید شدم، از من پرسیدند که سیاست خارجیم را از کجا شروع میکنم. من گفتم از ترکمنستان. این سخن باعث تعجب بسیار از سیاستمداران داخلی و خارجی شد. متأکد هستم که امروز با مشاهده روابط گسترده میان دو کشور برادر و همسایه پاسخ آن حرفم را دریافت کردم. جلالتمآب رئیس جمهور محترم ترکمنستان، طوری که شما و ملت بزرگتان می‌دانید، افغانستان و ترکمنستان از روابط دیرینه برخوردارند و این مناسبات در طول تاریخ موفقیت آمیز بوده است. بنیاد دوره طلایی عباسی در مرو، هرات، بلخ و بادغیس گذاشته شد. مامون خلیفه عباسی که دارالحکمه را در بغداد برای ترجمه و تألیف تأسیس نمود، در آغوش مادر بادغیسیش تربیت شد و به همت طاهر فوشنجی و اردوی خراسانی بغداد را و دارالخلافه آن را به دست آورد. این روابط بر مبنای درک عمیق هر کدام ما از منافع ملی و ضروریات مشترک ما تا امروز ادامه یافته است و انشالله تعالی که فرداهای بهتری را می توانیم در روشنی این روابط ترسیم کنیم. جلالتمآب رئیس جمهور، بر علاوه مشترکات فرهنگی و تاریخی که این دو کشور دارند، طرح پروژه های اقتصادی و بهره برداری از آنها سبب تحکیم بیشتر مناسبات دو کشور می گردد. بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تاپ و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تاپی و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان
و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر، این برنامه‌ها موجب ایجاد کوریدورهای انکشافی و اجتماعی می‌گردد که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد. اهمیت موقعیت افغانستان من حیث چهارراه اتصال آسیای مرکزی با جنوب، شرق و غرب آسیا، بهره برداری و ادامه کار پروژه‌های مهم اقتصادی و زیربنایی از جمله افتتاح خط آهن خاف هرات که اخیراً شاهدان بودیم به اثبات می‌رساند که دیدگاه ما برای اتصال منطقوی رویا نه بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است. گسترش موفقیت‌آمیز همکاری‌های افغانستان با کشورهای آسیای میانه مثال خوب برای سایر همسایه‌ها و همه کشورهای منطقه می باشد. آنانی که فکر می کردند که ایجاد شبکه خط آهن در افغانستان محال است، دوباره فکر کنند. با توجه به این، دولت جمهوری افغانستان با تجدید روابط نیک با ترکمنستان و احداث پروژه‌های مشترکی که تضمین کننده منافع دو کشور است، در پی مبدل کردن افغانستان به چهارراه منطقوی هستیم و بدون شک ترکمنستان تحت زعامت مدبرانه شما که تجربه موفقیت‌های فراوانی را در این زمینه دارد، می‌تواند به عنوان همسایه نیک و همکار استراتژیک افغانستان نقش مفید و ارزنده‌ای را در این خصوص ایفا کند. تحت زعامت جلالتمآب قربان قلی بردی محمدوف نه تنها این که ترکمنستان به یک نقطه وصل منطقوی مبدل شده است، بلکه در ایجاد نقطه وصل منطقه به جهان نیز نقش اساسی دارد. به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان از شخص جلالتمآب رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف و ملت بزرگ ترکمنستان به خاطر ایجاد روابط دوامدار و دوام همکاری‌ها بین دو کشور در برنامه‌های بزرگ، تمویل و تطبیق پروژه‌ها و پروگرام‌های بزرگ که موجب رفاه هر دو کشور و منطقه می شود، تشکر می کنم. جلالتمآب رئیس جمهور، حکومت و مردم افغانستان به همسایگی و دوستیتان افتخار می کند. باور داریم که این دوستی پایدار بیشتر ادامه خواهد یافت و دو ملت بر اساس منافع مشترک و پیشینه تاریخی و مشترکات فرهنگی این دوستی را برای نسل‌های بعدی نیز به میراث خواهند گذاشت. به ادامه برنامه‌های ملی افغانستان برای اتصال منطقوی بعد از افتتاح تاپی، فایبر نوری، خط آهن آتامراد، آقینه، خط آهن خاف هرات، امروز شاهد افتتاح پروژه خط آهن آقینه اندخوی هستیم. مردم شریف افغانستان انشالله و تعالی در آینده نچندان دور شاهد افتتاح پروژه‌های دیگر که افغانستان را به چهارراه منطقه تبدیل می‌کند نیز خواهند بود. مائده 21 فوریه 2019 نشان می‌دهد که سطح روابط افغانستان و ترکمنستان از سطح یک رابطه عادی همسایگی به سطح همکاری استراتژیک ارتقا کرده است. هرچند مناسبات سیاسی ما با کشور دوست ترکمنستان قبل از امضای این سند نیز در سطح عالی قرار داشت و انگیزه کافی برای توسعه همکاری‌ها میان رهبران دو کشور وجود دارد. برگزاری نشست‌ها به خاطر مشورت‌های سیاسی بخش دیگری از همکاری‌های سیاسی میان افغانستان و ترکمنستان است که تاکنون 6 دوره این نشست‌ها برگزار گردیده است. همچنان ارتقای کنسولگری‌های ترکمنستان به جنرال کنسولگری در شهر هرات و مزار شریف سبب می شود این همکاری‌ها بیشتر از پیش تقویت گردد. ترکمنستان خواهان ایفای
نقش کافی در پروسه صلح افغانستان است و از سال 2013 به این طرف به صورت دوامدار خواسته است تا یک دور از نشست‌های پروسه صلح افغانستان در شهر زیبای اشقاباد به میزبانی این کشور برگزار گردد. علمای ترکمنستان و افغانستان توافق کردند که در حمایت از روند صلح نشست را برگزار کنند. باور دارم نشست علمای این دو کشور اسلامی روند مذاکرات صلح ما را بیشتر از پیش تقویت می کند و قلباً از حسن نیت علمای معزز سپاسگزاری می کنم. پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند. بناهن جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید. همکاری های منطقوی ما با کشور ترکمنستان نهایت مهم است. از این لحاظ افغانستان با ترکمنستان به شکل سه جانبه افغانستان، ترکمنستان، امریکا، افغانستان، ترکمنستان، ایران، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان همکاری دارند و در ضمن در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هم با هم همکاری‌های مشترک دارند. امروز ما شاهد 3 پروژه بزرگ در راستای اتصال منطقوی هستیم. نخست، پروژه برقرسانی کرکی انخوی پلخمری، تکمیل کار ساخت لین 500 کیلووات از آقینه الی شبرغان و لین 220 کیلووات از شبرغان الی مزار شریف گام مهم برای توسعه مناسبات اقتصادی و وصل شدن دو کشور می باشد. دوم، پروژه فایبر نوری. پروژه فایبر نوری کار ساختمان کیبلان در بندر آقینه تکمیل گردیده از پروژه های مهم دیگر است که افغانستان و ترکمنستان افتخار شمولیت در آن را دارد. با عرضه 2500 مگابایت اینترنت از طریق کشور ترکمنستان، همشهریان ما در ولایت هرات و ولایت همجوار آن از این خدمات اینترنتی مستفید می شوند. سوم، پروژه 30 کیلومتر خط آهن آقینه انخوی به منظور تحقق موافقتنامه منعقده میان جمهوری اسلامی افغانستان و ترکمنستان، قرارداد وضعیت دیزاین و ساختمانی خط آهن آقینه انخوی به طول مجموعی 30 کیلومتر به شیوه دولت به دولت به تاریخ 4/9/2019 به میان دو کشور به امضا رسید. این پروژه به طول مجموعی 30 کیلومتر شامل 24 کیلومتر خط آهن اصلی و 6 کیلومتر خطوط فرعی در استیشن انخوی و همچنان اعمار پلچک‌ها، لیولگرای سنیک‌های خط آهن با سرک و همچنان جاده دسترسی به موازات مسیر پروژه می باشد که افغانستان از طریق آن به کشورهای زیاد وصل می شود و این گام مهم برای تبدیل شدن اقتصادی افغانستان به چهارراه آسیا می باشد. در مجموع پروژه های مشترک برای همکاری دو جانبه اقتصادی میان دو کشور از اهمیت زیاد برخوردار است که در اینجا جلالتمآب رئیس جمهور از کاهش قیمت پروژه برق 500 کیلووات تپ از 6 سنت به 3.5 سنت از جلالتمآب شما و دولت ترکمنستان سپاسگزاری می‌کنیم. ما برای افتتاح پروژه های تاپی و تاپ در ماه اگست 2021 در خاک افغانستان آمادگی داریم و انشالله که شاهد افتتاح آن خواهیم بود. علاوه بر این، ما نقشه راه همکاری میان دو کشور را نهایی می‌سازیم و از توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور به ویژه در عرصه برق و خط آهن خوشحالیم. تقویت همکاری‌های گمرکی میان افغانستان و ترکمنستان نیاز مبرم است و تبادله اطلاعات گمرکی و ایجاد تسهیلات بیشتر به شمول ویزا برای تجار افغان نیز از اهمیت خاص برخوردار می باشد.
نکته دیگر، برادر گرامی، ایجاد موازنه در روابط تجارتی بین دو کشور است که امیدوارم در این راستا قدم‌های عملی برای خریداری سنگ مرمر افغانستان برداشته شود. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مجدداً به خریداری نفت و گاز دولت به دولت تأکید می‌کند و ما همچنین خواهان برگزاری 8مین اجلاس کمیسیون‌های همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در جریان سال 2021 هستیم که از قبل پروتکل این نشست با کشور ترکمنستان در میان گذاشته است. افغانستان خواهان ایجاد خواهرخواندگی میان شهرهای هرات و مروه می باشد و انجام این کار بر مناسبات فرهنگی دو کشور خواهد افزود. جلالت مآب رئیس جمهور، در آخر یک بار دیگر از همکاری‌های کشور ترکمنستان در جهت تطبیق برنامه‌های اتصال منطقوی قدردانی می‌کنم و از دوستی ترکمنستان و برادر عزیزم قربان قلی بردی محمدوف به خاطر توجه همیشگیشان به خاطر راه اندازی این برنامه‌ها به طور خاص تشکر می‌کنم. Көп teşekkürler. Yaşasın Afganistan و ترکمنستان دوستلاغا. به نام خداوند بزرگ و اتکا به اراده ملت عظیم افغانستان و با آرزوی ترقی و پیشرفت در دو کشور، به رؤسای ادارات خط آهن و تنظیم امور آب و وزیر مخابرات هدایت داده می شود تا با قطع نوار پروژه های بزرگ امروزی با جانب کشور دوست و برادر ترکمنستان را افتتاح نماید.